در دنیا تنها یک حشره دم زنگولی وجود دارد که امروز آن را معرفی روانی چیکار کردی؟ داره میخوره. بابا ما فقط یه دونه حشره دم زنگولی داریم. بالا بیا زور بزن، تسکیم کن، زور بزن، تق کن میگم. عجب نگاه کن، میگم یه دونه بیشتر نداره، تق کن میزنه تو سرت. بقیهش کو، بقیهش. و دیگر از همین یک دانه هم نداریم و نسل حشره دم زنگولی منقرض گردید. حالا این آفتاب پرسته کو؟ یا به نرم منقرضگر کجا رفت؟ کوش اینا نگاه کن، ترسو بیچاره. Man sieht ihn die Kirche schleichen. این ترسناک نگاه میکنه. خود جنبه نداری نبید. این یک حریق جنگلی است و بیچاره. خب میخواستی خودت استتار نکنی. حقت بود. شاید از خود بپرسید که آفتاب پرستان چگونه مهارت تعویض رنگ خود را آموختند. حالا موقع امتحان عملی بچه آفتاب پرستا، گوش به فرمان من. آماده. از جلو از راست، به زرد، به نفش، به سرخ، به آبی، به زرد. وای تو کجایی؟ چرا اشتباه میری؟ این آموزش ها در دوران سربازی حسابی به درد میخورد و اگر آفتاب پرستی در کودکی آنها را نیاموخته باشد بسیار به مشکل برمیخورد. برای صدای خونپاری میاد همگی استتار کنن. من تونلم تموم شده، شما بریم. باشه سلام. بعضی ها زبانشان نیشدار است اما زبان آفتاب پرستان دراز و چسبناک است. تو که کل هیکلت زبانه، که زبان دراز این جانوران باعث شده که تنبل شوند. دیگر از جای خود بر نخواسته تا برای انجام کاری تلاشی بکنند. همین موضوع باعث افزایش وزن، چردی خون و کلسترول می شود.